ملت سربلند کدام سربلندی؟ کدام سربلندی؟ در سال 2024 مکتب برای زنت بسته است و در سال اوج دوران دموکراسی و کشورهای مختلف فساد پیشه ترین کشور بودی، سربلند هستی؟ یا چی؟ نوشته یک وطن صحبت میشه کدام نفر از تو است؟ نه. به رسمیت شناخته میشی؟ نه. در وقتی که به رسمیت هم شناخته میشی کدام گفته در کدام سازمان ملل که از جدی میگرفت؟ نه. هیچ کدام ملت در صحنه ناف نا. ما ملت سربلند همیشه در صحنه و ملتی که همیشه از خود برای زندگی های شایانی انجام داده ایم. برای زندگی هدفتان از برای زندگی چیست؟ کدام کمپانی BMW در وطنت است؟ نه. کراچی جور میکنی؟ نه. کدام دانه تابلت سردردی جور کردی؟ نه. سیروم تولید میکنی؟ نه. کاغذ تشناب تولید کرده میتونی؟ نه. اگه ایران و پاکستان سرت کاغذ تشناب بند کنه قلوخکی میشی؟ خیلی کدام برای زندگی؟ گذشته از اینها ملتی که همیشه پوز بزرگترین امپراتوری های جهان را در هم شکستیم و ما کدام امپراتوری؟ پوز کی را در شکستید؟ اما امپراتوری ها را نام بگی که او فعلا در کجاست و در کجاستی؟ ما ملت همیشه در صحنه و سنگر و با غیرت ترین مردم جان. ما با غیرت کسی نمیگیم که از یک ملت دیگر دوست داشته باشه. شما تا به هنوز غیرت از این یاد نگرفتین که یک پشتون یک تاجیک دوست داشته باشه، یک تاجیک یک پشتون دوست داشته باشه. شما تا به هنوز غیرت دوست داشتن هم دیگر یاد ندارین و از غیرت میلافین، نمیشرمین.